سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای آموزش رایتینگ آیلتس خوش اومدید. موضوعی که امروز میخوایم با هم صحبت بکنیم موضوع بسیار مهمی تحت عنوان Impersonal Language یا Impersonal Structure هستش. بچه ها، نکاتی که توی این ویدیو بهتون یاد میدم برای رده 7 پلاس هستش. یعنی اگر بخواید نمره 7، 7.5، 8، 8.5 و 9 حتی بگیرید، به شدت نیاز دارید که با موضوع این پرسونال لنگویج آشنا باشید. البته هر نمره‌ای که بخواید بگیرید، حتی 6.5 و 6 هم و پایین‌تر هم بخواید بگیرید، استفاده از این پرسونال لنگویج یا این پرسونال استراکچر خب به شما کمک میکنه که راحت‌تر نمره رو بگیرید. خب اما کسایی که نمره 7 و 7 بالاتر میخوان، موضوع این پرسونال لنگویج دیگه خیلی موضوع مهمی محسوب میشه. یعنی یکی از ارکان رایتینگ تسک 2 شما محسوب میشه. پس سعی کنید که نکاتی که توی این ویدیو میگم رو به خوبی یاد بگیرید و توی رایتینگتون ازشون استفاده بکنید. خب بریم حالا شروع کنیم ببینیم که این نکات چی هستن و این پرسونال لنگویج به چی اشاره داره. خب ببینید بچه ها، ما برای اینکه متن رایتینگ خودمون رو به شکل ایمپرسونال در بیاریم، روش های مختلفی وجود داره و اگه از هر کدوم از این روش ها استفاده بکنید کمک میکنه که در واقع نمره بالاتری رو کسب کنید. خب حالا ببینیم که این روش های مختلف چیا هستن. خب اولین روش برای اینکه شما ساختار رایتینگتون ایمپرسونال بشه، لنگویجتون ایمپرسونال بشه، عدم استفاده از پرسونال پروناون هستش یا ضمایر شخصی. ببینید فرض کنید ما یه جایی از رایتینگ در تسک 2 میخوایم بگیم I believe that global warming is a significant concern. یعنی چی؟ یعنی میخواید بگید که من معتقد هستم که این گرم شدن زمین یه نگرانی خیلی مهمه. خب ببینید الان اون پرسونال پروناونی که من استفاده کردم به رنگ قرمز در آوردم آی. خب ما به اون آیی که ابتدای جمله است میگیم یک ضمیر شخصی که برای اول شخص مفرد هست. خب ببینید همین جمله رو الان این جمله پرسونال لنگویج هستش. خب یا پرسونال استراکچر هست. چرا؟ به خاطر اینکه آی به یک شخص دیگه یعنی به من اشاره میکنه. اما بچه‌ها ببینید ما توی تسک 2 آیلتس رایتینگ چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم خیلی راحت به جای اینکه از ضمیر آی استفاده کنیم بگیم it is believed that global warming is a significant concern. خب یعنی این باور وجود داره که گرم شدن زمین یک نگرانی مهمی محسوب میشه یا مهمی هستش. خب ببینید این دو تا جمله از نظر معنایی تقریبا یکی هستن و شاید یکی بگه که خب چه کاریه، همون اولی هم همین معنی رو میداد. بله همون معنی رو میداد، اما من همیشه توی ویدیوهام هم گفتم ببینید اینجا 3 تا نکته حداقل وجود داره. خب خیلی من پایه بخوام به شما توضیح بدم. نکته اول این هستش که وقتی شما از ضمایر شخصی مثل اینجا توی جمله اول آی استفاده میکنید، خب این داره بیشتر به خواننده یا اگزمینر ما چه مطلبی رو میرسونه؟ این مطلب رو میرسونه که آقا این نظر شخصی من هستش. خب اما بچه ها توی عمدتاً، حالا به استثنای یک سری نکات که حالا من توی ویدیوهای مختلف بهتون یاد دادم اونها رو، یه عمدتاً در رایتینگ تسک 2 ما اجازه نداریم که شخصی صحبت بکنیم، یعنی از طرف خودمون صحبت بکنیم. نکته دوم بچه چیه؟ نکته دوم بحث اینه که ما موظف هستیم و بهتر هستش که تا جایی که میتونیم از جملات پسیو هم استفاده بکنیم. خب ببینید الان it is believed یه جورایی جمله پسیو محسوب میشه، یعنی یه باوریه که توسط افراد شده. خب و این داره به اگزمینر ما نشون میده که آقا ما بلدیم از جملات پسیو هم استفاده بکنیم.
اما نکته سوم بچه‌ها، نکته سوم این نکته خیلی خاصه که شاید کمتر آدما بهش توجه بکنن، خب که توی همه زبان ها وجود داره. نکته سوم این هستش که کلا در ادبیات در هر زبانی، چه فارسی باشه چه انگلیسی باشه آلمانی باشه، هر زبانی که باشه بچه‌ها، وقتی شما به شکل مجهول صحبت میکنید، به شکل پسیو صحبت میکنید مثل جمله دوم، این میزان رسمی شدن جمله افزایش پیدا میکنه، خب فرمال تر میشه. و همونطوری که من همیشه تو ویدیوهام گفتم الانم میگم، شما هر چقدر رسمی تر در رایتینگ تسک 2 صحبت بکنید، شانس گرفتن نمره بالاتر برای شما بیشتر وجود داره. و این نکات بچه نکاتیه که کمتر افرادی بهش دقت میکنن، ولی حواستون باشه که بایستی به این موضوع دقت داشته باشید. خب بچه تکنیک دوم استفاده از پسیو وایس یا در واقع جملات مجهوله. حالا شاید شما بگید که خب اینو که همین الان توضیح دادی. خب نه، اینطور نیستش. اونو توضیح دادم آره، ولی یه سری نکات اینجا متفاوت از اون. خب ببینید به این جمله نگاه کنید. من گفتم scientists have conducted many studies on this topic. خب این به چه معناست؟ یعنی دانشمندا اومدن یه سری تحقیقات مطالعات انجام دادن روی فلان موضوع. خب ببینید این جمله چیه؟ این جمله یه جمله اکتیوه، پسیو نیست، درسته؟ ما جمله مجهولی رو الان هیچ چیز مجهولی رو اینجا نمیبینیم، همه چیز معلوم هست. خب اما اگه دقت کنید اینجا از پرسونال پروناونی استفاده نشده. من اینجا از هیچ ضمیری استفاده نکردم، گفتم ساینتیست. و ساینتیست چیه بچه‌ها؟ یه اسم دیگه، ناون هستش، درسته؟ ما به جای ساینتیست میتونیم چی بگیم؟ میتونیم این شکلی جمله رو عوض کنیم. ببینید الان scientists have conducted، این جمله معلوم، درسته؟ ما میتونیم اینطوری بگیم many studies have been conducted on this topic. اومدم چیکار کردم؟ اومدم ساینتیست رو حذف کردم، گفتم که یه سری مطالعات انجام شده در این حوزه، درسته؟ پس ما پرسونال پروناونی نداشتیم، جمله معلوم بود، ولی حالا با حذف ساینتیست و پسیو کردن جمله ما همون معنی رو داریم میرسونیم، اما حالت رسمی تر و حالت ایمپرسونال تر. درست شد؟ پس یادتون نره اگر میتونید جمله رو مجهول بنویسید یا پسیو بنویسید، سعی کنید این کار رو در رایتینگ تسک 2 انجام بدید. گرچه که بچه ها من نمیگم حالا مثلا 300 تا مثلا کلمه هستش، مثلا انتا جمله نوشتید کل انتا جمله رو مجهول بنویسید، نه دیگه حالت افراط و تفرید نشه، یه چیز معقولی. ولی اینکه اصلا از جملات پسیو استفاده نکنید دیگه اون وقت اصلا بدنه رایتینگ شما، لنگویج رایتینگ شما دیگه ایمپرسونال نیستش. پس انتظار نداشته باشید که بخواید نمره بالا بگیرید. خب بریم روش بعدی رو ببینیم. روش بعدی بچه‌ها generalizing subjects یعنی این چی؟ یعنی اینکه به شکل جنرال صحبت بکنید. ببینید من حالا مثالام خیلی ساده است برای اینکه فهم اون نکته کار رو شما بگیرید. ببینید من جمله دارم my friend does not like smoking. خب فرض کنید که این یه جمله‌ایه که حالا مثلا فرض در رایتینگ ما استفاده خواستیم بکنیم. این جمله داره به دوست من اشاره میکنه، میگه آقا دوست من اسموکینگ رو دوست نداره. من چطوری میتونم اینو جنرالایز بکنم اگه بخوام حالت رایتینگی تسک 2 صحبت بکنم؟ ببین به جای my friend من میگم many people do not like smoking، یعنی آدم های زیادی هستن حالا مثلا در جامعه فلان که سیگار کشیدن رو دوست ندارن مثلا. خب این یعنی چی؟ شما وقتی رایتینگ می نویسی بچه ها دقت کنید، اگر جایی میتونید جنرالایز بکنید، حالت کلی جامعه رو نشون بدید، بچه ها این کار رو انجام بدید. چرا؟ به خاطر اینکه کمک میکنه رایتینگ شما ایمپرسونال بشه، ساختار غیر شخصی به خودش بگیره و اونجاست که شما داری به اگزمینر نشون میدی که با این ساختار آشنایی، با این تکنیک
آشنا هستی و خب طبیعتا اون وقت شایسته اینی که نمره خیلی بهتری رو بگیری. خب بریم تکنیک بعدی. indirect speaking یعنی چی؟ یعنی مستقیما در مورد تاپیکتون موضوعتون صحبت نکردن. خب ببینید فرض کنید من جمله‌ای دارم I think the government should invest more in education. یعنی من فکر میکنم که دولت بایستی توی حوزه آموزش مثلا بیشتر سرمایه گذاری کنه. خب ببینید حالا اینجا به I think دقت بکنید. در جمله بعدی من میگم the recommendation is for the government to invest more in education. یعنی چی؟ یعنی اینکه بهتره که دولت در واقع سرمایه گذاری بیشتری در حوزه education داشته باشه. ببینید من به جای اینکه بگم I think اومدم گفتم چی؟ گفتم the recommendation is for the government. یعنی من هنوز دارم در مورد اون اینوست بیشتر در حوزه education government رو میگم، اما روشم روش چیه؟ در جمله دوم ببینید انگاری که من نشستم مطالعات گسترده‌ای کردم به عنوان نویسنده یه رایتینگم، مثلا اخبار دیدم، مگزین خوندم، نمیدونم روزنامه خوندم، کتاب خوندم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که آها اون recommendation برای دولت ها اینه که در education چیکار کنن؟ اینوست بیشتری بکنن، سرمایه گذاری بیشتری بکنن. خب حالا بریم نکته بعدی. ببینید یه نکته دیگه‌ای که یا به اصطلاح روشی که وجود داره بحث استفاده از reporting verbs هستش. یعنی چی؟ یعنی افعالی که شکل گزارشی دارن. حالا ما توی IELTS بهشون میگیم یا تو نویسندگی زبان انگلیسی میگیم reporting verbs. بچه‌ها به این جمله دقت کنید. من میگم I think that children need more physical activity. یعنی من فکر میکنم که بچه‌ها فعالیت فیزیکی بیشتری نیاز دارن. بچه‌ها اینجا به I think that دقت بکنید. من میام یه تغییر میدم. میگم researchers argue that children need more physical activity. اومدم به جای اینکه بگم که من فکر میکنم فلان، میگم محققین بر این باورن یا میگن که یا مباحثه میکنن که آقا چی؟ بچه ها احتیاج دارن به فعالیت فیزیکی بیشتری. ما به این argue میگیم reporting verb. حالا شما میتونی مثلا از claim استفاده کنی. دانشمندها ادعا میکنن که فلان، محققین ببخشید، یا مثلا suggest میکنن. خب یا مثلا suggest در واقع پیشنهاد میکنن، یا مثلا state researchers state that children need more physical activity. ببینید خودتون مقایسه کنید جمله اول رو. اگه من بگم I think that children چقدر زیباست، یا اینکه بگم researchers suggest that children need more physical activity. ببینید اصلا وزن جمله دوم با وزن جمله اول خیلی متفاوته. خب اما از همه این روش ها که بگذریم، من ترجیح دادم که یه نمونه اگزمپل به شما نشون بدم که مطلب خیلی بهتر خودش نشون بده. خب ببینید فرض کنید ما الان این پاراگراف رو داریم توی یه رایتینگی. دقت بکنید مثلا اونجایی که من قرمز کردم ابتدای پاراگراف in my own، ببینید ما در تسک 2 رایتینگ اجازه نداریم که به طور کلی از تجربیات خودمون صحبت بکنیم. یا مثلا I totally think. ببینید وقتی من میگم I totally think اصلا دیگه به مخاطبم اجازه نمیدم یه جورایی نظر بده. میگم نه حتما همینیه که من دارم میگم. باز چی میشه بچه‌ها؟ باز از اون حالتی که در واقع غیر شخصی بشه در اومده، همش انگاری نظر من مهمه و این اشتباس. در تسک 2 بچه‌ها اشتباس. در قسمت بعدی I have seen in my neighborhood، من تو محلم دیدم فلان. این غلطه، چون اگزامینر که اصلا با محله شما آشنا نیست، اصلا قرار نیست آشنا باشه. و میبینیم که my friend Jack، از دوستم دارم میگم، یا مثلا دوستم یه چیزی رو یه آدمی رو میشناسه دارم میگم.
یا در انتها I have seen and heard، من شنیدم یا مثلا دیدم. همینطور I am pretty convinced، من کاملا معتقدم که فلان. حالا بریم حالت ایمپرسونالش رو ببینیم. ببینید it is often stated that individuals who commit crimes are inherently predisposed to re-offending. ببینید این جمله به نوعی همون جمله اول در پاراگراف اول رو داره میگه، اما چقدر فرق کرد. میگه it is often stated، اومده از اون reporting verb ها استفاده کرده. میگه اغلب اینطور گفته میشه که افرادی که مجرم در واقع جرمی میکنن ذاتاً علاقه دارن که دوباره هم جرمی مرتکب بشن. خب چقدر فرق کرده حالا با جمله اول، چقدر وزن بالاتری گرفته، چقدر رسمی تر شده. در ادامه A comprehensive review of criminological studies suggests that certain factors such as socio-economic challenges and lack of access to rehabilitation increase the likelihood of recidivism. ببینید دوباره اومده از مثلا studies suggest that استفاده کرده. یا مثلا من به جای اینکه بگم I have seen، آقا مثلا من دیدم، میگم چی؟ A comprehensive review. یعنی چی؟ یعنی یک ریویوی به صورت جامعی انجام شده در واقع توسط کسایی که متخصص این کار هستن، انجام شده در جامعه و به فلان دلیل و فلان دلیل مثلا احتمال مثلا دوباره جرم مرتکب شدن توسط مجرمین مثلا وجود داره. خب در ادامهش مثلا for instance a study published، ببینید چقدر زیبا گفته study published، باز هم اومده از در واقع اون reporting verb ها استفاده کرده publish. و الی آخر، حالا من در دیگه ادامهشو نمیخونم، فقط براتون سبز رنگ میکنم. مثلا state رو استفاده کرده تو قسمت اول، یا مثلا study suggest رو استفاده کرده. خب یا مثلا published همینطور. many offenders tend to revert to criminal activities. ببینید اومدم many offenders tend to، همون که گفتم بهتون generalize بنویسید. خب در مورد مثلا دوستتون صحبت نکنید، یا مثلا دوستتون صحبت نکنید، بگید کلی صحبت بکنید، جنرال صحبت بکنید. من پاراگراف اول هم براتون پررنگ میکنم که اگه دوست داشتید میتونید اسکرین شات چیزی بگیرید و این رو یه ریویو بکنید که تو ذهنتون بمونه. حالا همین موضوع سطوح پیشرفته تری هم داره که من توی ویدیوهای بعدیم اونا رو هم بهتون یاد میدم برای کسایی که بخوان 8 8.5 9، مخصوصا برای کسایی که 8.5 یا 9 میخوان بگیرن توی تسک 2. خب ویدیو بچه‌ها همینجا به اتمام میرسه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.